آنچه که با آزادی مقابل شده است لطمه دیده است. حتی فضیلت‌های انسانی دین اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است، دین لطمه خورده است. عدالت اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است، عدالت لطمه خورده است. ساختن و توسعه اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است، سازندگی لطمه خورده است. دو نمونه بزرگ آن را برای شما که اغلب شما هم اهل مطالعه و فکر هستید عرض می‌کنم. یکی تجربه قرون وسطی که دین و آزادی در مقابل هم قرار گرفتند، دین شکست خورد، و یکی در دنیای امروز، در دنیای کمونیسم که عدالت اقتصادی در مقابل آزادی قرار گرفت، عدالت شکست خورد. گرچه ممکن است مردم به آزادی هم نرسیده باشند، ولی امیر اومد خونه. خدا رو شکر. کجا بود؟ نمیدونم، هنوز که هیچ حرف نمیزنه. بعد باهات صحبت میکنم. خیلی خوب، اگه کاری داشتی زنگ بزن. از قول منم به سلام برسون. خداحافظ. باشه. خداحافظ. عبدالله. بله آقا. قرصه کنار